يا رسول الله وقدوتنا. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سوال هشم چنین بود: در وقت تولد پیامبر صلی الله علیه و سلم در دنیا کدام حادثه ها رخ داد؟ در وقت تولد پیامبرمان محمد صلی الله علیه و سلم یک چند حادثه ها رخ داد. یکی از آنها این شیطان ها سنگ زده شدند، یعنی پیش از این شیطان ها به آسمان برآمدن می توانستند و بعد از تولد پیامبر شیطان ها دیگر نتوانستند به آسمان برآیند. دیگر حادثه این 14 ستون قصر پادشاهی فارس به زمین زدند. حادثه دیگر این خاموش شدن آتش مجوسی ها که طول 1000 سال خاموش نشده بود. مادر پیامبرمان صلی الله علیه و سلم میگویند در وقت تولد نور به طرف شام پهن شد که او قصرهای شام و فلسطین را دیده است. برادر و خواهر عزیزم، این بود معلومات کوتاه درباره حادثه هایی که در وقت تولد پیامبرمان صلی الله علیه و سلم رخ داد. برادر و خواهر عزیزم، چنانکه که بر ما معلوم است پیامبر صلی الله علیه و سلم از مادر صغیره به دنیا آمدند و بعد از تولد این طفل بابای پیامبران عبدالمطلب پیامبر را گرفته به نزد خانه کعبه رفته و نام آن را محمد گذاشتند. معنای کلمه محمد این بسیار داشتن خصلت‌های حمیده می باشد، یعنی خصلت‌های خوب، و خود خداوند می فرماید و تو راست خلق عظیم. و پیامبرمان صلی الله علیه و سلم در حدیث می فرمایند نزدیکترین شما با من در روز قیامت این شخص است که اخلاق خوب دارد. ای برادر و خواهر مؤمنم، آیا نمی خواهی که در قیامت با پیامبر صلی الله علیه و سلم نزدیک باشی؟ بله، همه ما این را می خواهیم. پس بیایید اخلاق و رفتار خود را عوض نماییم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. يا غرب سيسطع